و برنامه مکتب خانه از شبکه سحر افغانستان پخش می شود. این برنامه آموزشی برای حمایت از دختران افغانستانی بازمانده از تحصیل تهیه می شود. مکتب در خانه شما، دروس صنف‌های دوره متوسطه. در مکتب خانه دروس اساسی را یاد بگیرید همراه با استادان مسلکی. برنامه آموزشی با هدف حمایت از دختران افغانستانی بازمانده از تحصیل به همت شبکه سحر افغانستان. مثلا مرکبات عضوی ما میتونیم از بدن در لابراتوار از مواد غیر عضوی او را حاصل کنیم. اگر یک دور بزنه دور خودش دور کامله، دورش پورشه 24 ساعت طول میکشه و شب و روز با وجود میاد. در برنامه مکتب خانه 4 درس ریاضی، فیزیک، زیست شناسی و شیمی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم برای دانش آموزان تدریس می شود. این برنامه خیلی میتونه کمک بزرگی برای دخترها باشه، چون مثلا رای دیگه نیست که مثلا ما درس بخونیم، اما امی برنامه هاست که واقعا به شاگردای دختر مخصوصا انگیزه میده. برنامه مکتب خانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 صبح به وقت کابل از شبکه سحر افغانستان پخش می شود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.